میگم واقعا فقط یک کار؟ آره چه تعجب میکنی؟ یعنی تخصصی کامل فقط یک کار؟ چه تعجب کردی؟ اومدیم استا اومگا تخصصی فقط خط رنگ میسازن، تولید ملی. یه دقیقه با من همراه باش، فقط یک کار. ما از سال 1362 حدودا ما شروع کردیم، منتها از صفر شروع کردیم و بر صورت وارد عرصه رنگ شدیم. تجهیزات رنگ، سیستم‌های انتقال قطعات و سیستم‌های ریسایکل رنگ، سیستم‌های پاشش. بر صورت اینا همه زمان برده، زحمت کشیدیم، وقت گذاشتیم و امروز به این نتیجه رسیدیم که حالا شما مشاهده میکنید و الان یه چیز حدود 40 نفر بودن نیرو هستش که زحمت میکشن در کنار همدیگه کاری که دستمون بر بیاد برای صنایع انجام میدیم و ما سعی کردیم که همیشه جلوگیری کنیم از خروج ارز. مهندسی معکوس کردیم، سیستم‌های پاشش رو آوردیم به روزش کردیم، سیستم‌های ریسایکل ها رو همه اینا رو به روز کردیم و خدا رو شکر بر صورت با بیشتر برندهای کشورمون کار میکنیم. ما 0 تا 100 تجهیزات رنگ، هر کارخونه‌ای که بخواد یه چیز محصولی رو تولید بکنه ما اول براشون یه طراحی میکنیم، بر مبنای فضایی که به ما میدن یه طراحی میکنیم و اونو یه پلنش میکنیم، میاریم جز به جز سرهم میشه، مونتاژ میشه و نصب میشه، راه اندازی میشه، گارانتی میشه. اینا سیستم‌های رنگپاشی اتومات هستش، اینا رسیبریکیتوراش هستش، بر مبنای نیاز کار اینا میتونن بر مبنای 2 تا گان داشته باشه یا 3 تا یا 4 تا یا تعداد بیشتری. این سیستم کنترل یونیتش هستش، به 2 زبان فارسی و انگلیسی هستش. شما زبان‌ها رو میتونید تغییر بدید. سرعت رسیبریکیتورا رو شما میتونید تنظیم بکنید. اینا سیستم‌های پاشش الکتروستاتیک انامل هستش برای رنگ لعاب. قبلا لعاب به صورت مایع بود، به صورت لیکوید بودش، ولی خب بر اساس تکنولوژی پیشرفت کرده و اینا کلا ساختارش فرق میکنه با سیستم‌های رنگ. اینا داخلش کاملا همه سرامیک هستش، نازلاش همه سرامیک هستش، ولی اینا دستگاه رنگ الکتروستاتیک هستش که پختش 200 درجه 220 درجه هستش. اینا رنگ پودر رو از ساختار کاریش با اون فرق میکنه. ما فقط خط رنگ میسازیم، در رابطه با فقط کار خودمون فعالیت میکنیم و شعارمون هم این هستش که ما فقط خط رنگ میسازیم. تخصص ما همین هستش، یعنی واقعا ما تخصصی کار میکنیم. آشنا شدیم با یک تولید کننده تخصصی، استا اومگا. اگر میخواید بیشتر ببینید و بشناسید این مجموعه بزرگ و ملی رو، حتما کپشن رو مطالعه بکنید. اینم بهتون بگم اگر میخواید اخبار و گزارشات مربوط به این نمایشگاه یا نمایشگاه‌ها در سراسر کشور رو ببینید و رصد کنید، حتما به ifna.ir سر بزنید. آرش رضوانی، محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران.